در بینای مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد، جلسه نوبتی کمیسیای ҷамъиятӣ اوید به پشگیری коррупсия برگزار گردید. در جلسه مسئله‌های مربوط به اجرای نقشه کاری کمیسیا برای سال جاری مورد محاکمه قرار گرفتند. برآمدکنندگان ابراز داشتند که بهر تحکیم مکانیزم پیشگیری ظهورات کورپسیونی و بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی باید فعالیت‌های فهمانیده‌دهی در بین قشرهای گوناگون جامعه گسترش داده شود. مسئولین صاحبی در جریان جلسه سپارش گرفتند که جهت تطبیق با ثمر بندهای دخلدار نقشه کاری، همچنین تهیه و راهاندازی برنامه‌های اطلاعاتی و معرفتی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشند. در این زمینه همکاری مؤثر با جامعه به خصوص با جوانان، آموزگاران و خدمتیان دولتی در کاهش دادن خوف‌های کورپسیونی مهم دانسته شد. ضمن بررسی مسئله‌ها اینچنین پیشنهاد گردید که برای باز هم فعالتر گردانیدن کار کمیسیا در همکاری با مقامات دخلدار، مقامات قانونگذار و ساختارهای جامعه شهروندی مکانیزم‌های نوی هماهنگسازی تهیه کرده شوند. این اقدامات می‌توانند به ایجاد محیط شفاف و احترام به قانون مساعدت نماید. اعضای کمیسیا وابسته به سمت‌های فعالیت درباره نتیجه‌های تحقیق حالت‌های مشخص کورپسیونی در منطقه‌های گوناگون معلومات داده تجربه‌های مفید را پیشنهاد نمودند. گفته شد که مبارزه با کورپسیا باید همیشه با راه‌های قانونی، متدهای زمانوی و با اشتراک فعالانه جامعه صورت بگیرد. به تاکید مسئولین در آینده گذراندن مانیتورینگ‌های منتظم عاید به سطح اجرای نقشه‌ها و تاثیر چاره‌بینی‌ها در بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی شهروندان می‌تواند در پیشبرد فعالیت کمیسیا مساعدت نماید. یادآور می‌شویم که در ولایت سوغد فعالیت کمیسیای ҷамъиятӣ عاید به پیشگیری коррупсия در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی پیوسته توسعه یافته، منتظم جلسه و ملاقات و واخوری‌ها در سطح و زینه‌های گوناگون راه‌اندازی می‌گردد. این اقدامات در سمت تحکیم شفافیت و جلوگیری از قانونشکنی‌ها از اهمیت مخصوص برخوردار می‌باشند.